من رستم میلاشری هستم، فرزند حسین میلاشری و شاه سلطان شیرانزه‌ای. پدر اهل لاشار در منطقه بلوچستان و مادرم از روستای قلعه نو نزدیک زابل و از بلوچ‌های متعلق به سیستان. در ایران مهندسی راه ساختمان میخوندم، ولی به خیر و برکت انقلاب فرهنگی من به همراه جمع دیگه ای از دانشجویان ایرانی که تحصیل میکردن تو دانشگاه مختلف از دانشگاه اخراج شدن و 1987 به اجبار ایران رو ترک کردم. اومدم چند سالی همون دور اطراف پاکستان، افغانستان، هند بودم، به خاطر اینکه فکر میکردم شاید شرایط متفاوت بشه و ما بتونیم برگردیم. ولی خب به هر حال اینجور نشد و